آن حضرت برای زنان احترام خاص قائل شدند و در برنامه دین زنان را برابر و همسان با مردان قرار دادند و فرمودند که زن شقائق مردانه، شقائق یعنی به هر حال یک قسمت از بشر و انسان مرد یکی زنن، زن از مردی و از جنس مردی و مانند مردی و مثل مردی و حرمت داره، احترام داره. و چه فرقی هست بین مرد و زن که مرد حرمت داشته باشه، حقوق داشته باشه، زن داشته نباشه؟ این حقوق زن خیلی سنگینه و زنان حرمت قائل شدن، زنان در میراث شریک شدن، زنان دارای مال شدن، دارای احترام شدن. در سرنوشت خود زنان باید زن دخیل باشه، باید از زن مشورت بشه که در جاهلیت نبود و اسلام آمد. دین اسلام زنان احترام داد، جایگاه داد، حرمت داد. برخورد نامناسب من کردم به زنان و شکایت وقتی که به آن حضرت رسید که بعض نسبت به زنانشون با خشونت رفتار میکنند، زنان حتی میزنند. آن حضرت در سخنان خود فرمودند که این افراد، این مردان خوب نیست. البته یک بار از مردان شکایت آمد که زنها اطاعت نمی کنند و یک بار از زنان شکایت آمد. ولی این همون برنامه های نامتعادله که در دوران جاهلیت بود. فرهنگ جاهلیت هنوز در میان مسلمانان کم کم داشت از بین میرفت. لذا شکایت ها وقتی که شکایت زنان آمد، دومی شکایت زنان بود، اولی شکایت مردان بود. آن حضرت توصیه کردن، گفته که اینهایی که به زنانشون با خشونت رفتار میکنند اینها خوبان ما در جامعه نیست. کلمه آن حضرت بود، صاحب وحی بود، چنان تاثیر کرد که تمام جامعه مدینه بالاخره حساب برد و فرمود که من از همه شما بهترین برای زن و بچه ها و بهترین شما فرمود کسی است که با زن و بچهش خوب باشه، با زنش خوب باشه، با خواهر و مادرش خوب باشه، کسی که با فرزندان خوب باشه.